سلام علیکم برادرای عزیز. ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشد. اینا خوش آمدین به ناحیه دنغره. خوش آمدن. اینجا جای هست که ما تجارت میکردیم. در اینجا مزار آق مزار بوا. من خواستم که کم معلومات درباره مزار آق مزار بوا و در اینجا برادرایی که ما ای خردسالی در اینجا تجارت میکردیم. خود شکری، روشک، بوبینک، سیالاف، پودینه، تمام چیز تا گندم بریون میوردیم در اینجا ما میفروختیم. پیسته میوردیم میفروختیم در همین مزاری که شما عین حال میریم میبینیم. آق مزار بوا یک جای میریم تماشا میکنیم، یک زیارت میکنیم، یک هفته میکنیم، میبینیم و حلاوت میبریم. چی گفتیم برادرو؟ یک بار دیگه خوش آمدین. اینا دنغره این پایان طرف، پایان که میبینید همه دهه سنتوده و هم طرف پایان در این وقتای پیش کلخوسی غیرت بود، همه پخته کاری بود، پخته میکوریدن. در اینجا دشتای کلتشور میگن، دشتای کلتشور. همین پایان همه دشتای کلتشور، پایان دهه سنتوده. نواباد سر میشوه، گلستان سر میشوه، این طرف نورافر، اون طرف دهه سنتوده. این بالا دگه سنتوده یک، پایان دگه سنتوده دو. این طرف راست، این در شاهروی خودمون حضور داریم. بالا میریم ناحیه دنغره، این طرف پایان بریم قرغان تپه، باختری حاضره میریم برادر. رفتیم. اینا دوستان عزیز اومدیم سری بلندی. من پایان شما دا نشون میتونم برادر. این پایان که بزرگچه که ما همین سال 96 فقط همینجا بسیار می اومدیم میفروختیم. یه روز اینجا، یه روز بزرگ باختر. مقصد که اینمی پایان دا، اینم بزرگ شده، اینم مزار شما دیده است. این پایان هم مزاره. ولی میریم با ما شما نشون میدیم پایان هم بزرگچه. اینا هم بزرگچه، هم وقتش هم خیلی بود، هم خیلی سادگی. هم بزرگچه هم خیلی بود. اینم بزرگچه. مقصد میان راهگذرا کسانی که کلوب میروند، دنغره میروند، خوالین میروند، هم طرف شهر باختر همینجا میموندن. چکری و روشک هم خیلی مایده چایده میخریدن و میرفتن. همین سالی ما خورد بودیم، ما کودک بودیم، هم اینجا بود. از من شما دا نشون میتون. اینا دوستان عزیز مزار آق مزار بوا در اینجا. این خیلی سالایی که ما کودک بودیم در یادم هست. همین قبرستانو در یادم هست. این بسیاری بد نبود در خیالو. اینا بینید که بود در اینجا چقدر خورا زیاد چیدن. مقصد که هم قشلاقای همینجا میوردن، همینجا گور میکردن دا. مقصد گپم اینا ببینیم برادرها. منزل جوگه یکم با نام مزار آق مزار بوا. اینجا مزار آق مزار بوا. اینا راوی میگن که راوی اینیاش برادرها. در دل قبرستان اینا کاورک میگیم ما، کلانشان قاقشان کاورک میگیم. اینا انا که فکرم که آق مزار بوا خود انا ما میریم تو پیش هم. من نمیکشم بچه ها تماشا کردن میریم. نه اول این منزل جوگه رو ببینیم که خیلی یکی باشه که نامعلوم گیرش ما برداشتیم. مقصد بسم الله الرحمن الرحیم. این که راستی که خیلی که ما معلومات نداریم. اینجا در قبرستان رو به قبرک بده. اینا ایشون مرخب کدگی کامیت ای طرح نباشن. اینجا این خیلی گیرد کدگی من نمیدونم که چی باشه. خیلی گیرد چه کلان گیرتگی هم. اینا اینجا در شاخی نمیدونم ساید باشه شاخی چی باشه موندگی های در اینجا راستی گفت. انا که خمون ایتا میریم راه خدا خودش خداوند خودش عاقبت همون رو نمیگه. عاقبت همون برادر. اینا و اگه پاکی همیدم خداوند نصیب کنه یا نه. برادر دری درآمدش اینجا. ما که همین در دایمو دری درآمدش همینجا بوده. اینجا خیلی آبادی کرده بودیم. اینجا بفکر مسجد چیان جایی که نماز میخونن. اینا خیلی آبادی، خیلی آبادی.
آبادی آبادی اینا نه اینا اینجا پای منچفه خطی میفرور اینجا هم مای طرف منزل جوگه های که بریم همه آق مزار باور یک بار زیارت کنیم کو اینا السلام علیکم خوب هستی برادر خوب هستی تیجی کارگاه خوبه همه طبیعت زندگی خوب خوب یک قرن تبزن نه یک جا میشی؟ قربان تپه بختر زنده باشی زنده باشی زنده باشی گپ نیست دادارم هزار رحمت خدا هزار رحمت انا میریم تماشا کرده ها اینا در برای قبرها اینا همین همیو قبران هم ماشین اینا همیو مقصد همه وقتا خمون انسان بودن آدم بودن زندگی میکردن کدامش که رای خوب ده بود خوب که اینا خبرستان و اینا اینجا درش محکم بوده ها چه خیلی باشه اینجا کن کوالیسش بیا ببینیم اینا برادر آقا مزار باقا اینا اینجا یک پیست قاق شده اینا اینجا منزل جاگای کرهنه بوده خیلی میدونم چون پایی که آق مزار باقا مزار آق مزار باقا همین همجا ده مزار هم قبرستان خواه چی گپایی گفتی درودن؟ آرامگاهش هم دروده باشه بیا یک دروی که بدراییم کو بسم الله الرحمن الرحیم اینجا این خیلی کدگی این درش خب نه که برادر رو میدونیم همین درون بسم الله الرحمن الرحیم این برادر بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ای اهل قبر و علیکم السلام ای اهل صبور این برادر عزیز این برادر عزیز دیدین عجیبه خونه چند کنج دوره آرام یک کنج دو کنج سه کنج چهار کنج پنج کنج شش کنج هفت کنج خونه هفت کنجه خیلی گردک اینه برادر ها میریم بسم الله الرحمن خیلی خطتان دیدین نه یک هفته هم میکنیم برادر عزیز برامده ما بگوی مزار آقا مزار بابا اینه ده همین درد برامده خیلی زده اسپان میفروشن اسپان ده هم مچی در این طرف هست در این طرف اینه اسپاند و بغمه و شکری و قرط و پسته و تمام چی هست همه چی هست هر پسته اینه قرط سلام علیکم خوب هستی اکا جان رو تینجه کارو خوبه همه طرف تین شکری خدا شما خوب هستی تینجه اینی بچه ها قاق هندله میگن اینا این قاق هندله و اینه پسته هم سانتوگه خمون رو خیام پستی برسق اینه برادر اینه اینه قاق انجیر برادر اینه روشک سانتودا اینه روشک اینه رو چکری سانتودا اینه برادر اینه چکری انا می سالای 96 97 اینجا سودا میکردم انا میجد من خودم سودا میکنم بله اینو برادر رو میدونستم ازش انا میجد انا میجد من خودم سوداگر بودم خیلی سودا میکردم برای خدمت همه خلق دادم برای راهگذارا اینه برادر عزیز اینه تمام میمود الافو ایش ایش پلاق این سیاه الاف مدل میگفتیم نه ایش کرپچک ایش هم خیلی سیاه الاف انا ایش شبید اینی روشک برگی روشک این سیاه الاف اینیش گوشی بزرگه اینه برادر اینی شبیته اینیش چکریه اینه نمیدونم بخدا اینی چکری اینی روشک های برادر روشک اینه برادر عزیز هم شما دو نشون دادم اینم طرف همه چی را میفروشن اینه زنده باشک هزار رحمت این برادرای عزیز
جایی که اومدم همون جای کودکی میگه یا اکر یافتم این اکر میگه همون وقتی که شما رفتین میگه ما کسب خور نکردیم کسب خور نکردیم شما رفتیم اونا پارتی اینجا همین اکر ما وقت چینه دایرودش بده دوستیگم مرا دایرود میسم مایده بدم خیلی بچه گرفتون میدونی انا درباره همین مزاری آقا مزار بوا چی میدونی که مقصد با شنیدگی ما اکرام خیلی نقل میگن که جای شهید شدگی شهید میگن اینجا مقصد اومدم اینجا شهید شده burada در خود مزاری حضرت خودشرقی بالخی سیبستون ده با خوابوندگی سیبستون این شترا در کتاب گرفته اومده خواجه شقشقی بالخی شقشقی بالخی هم در شترا کتاب بر کرده میویا همینجا در وای دشمنو مشتیکا مقصد نایزه قدیمه فکری وای میکنن سوداگرو میکنن تجارت کار مقصد طلا و تنگوش بگیرن گفتن میزنن که میبینن همش کتابه انا بعد همون مقصد تنی جونی وای مردگی وای آواز میره که مرا داشتی سفیدم برکنه و چی کجا که شترم خوب کرد همونجا با خوب بسپرین شد بعد میگه همون جایی که خون ریختگی همین شهید میمده همین کتابو ما تلقین کتابش خود داریم درست وای سنگ شدگی سودگی هست داریم درون بعد میگیرن بر میکنن میبرن وای نایزه بلاغ هستش مودکو در همون جا میرن تشنه میشون همیو و میگه همین نایزه را بگیرین در زمین بزنین او میبروه همون او تنی مولا و او همونجا او میخونن بر راه را دوام میتن همونجا در رفته در سیبستون ده هم در سیبستون میزیره همونجا با خوب سپروشه خیلی با شنیدگی ما میره نقل و کلونو میخونیم میره برادرای روایت ها نقل به نقل اومدگی که هم خیلی شنیده مزار آق مزار بوا باقی تنسات خانواد باشین خداوند دیار و مددگارتون باشن تا برنامه آینده با ایشالا که صحبت میکنیم یه بار دیگه ماه شریف رمضان با همه شما مبارک باشه پگاه ایشالا که ماه شریف رمضان زنده باشید